بسم الله الرحمن الرحیم وما آتاكم الرسول فخذوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. جناب بزرگوار و علی قدر سفیر صاحب و اعضای محترم و گرامی سفارت افغانستان و برادران عزیز و نهایت محترم مجلس، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. احساس خوشی و خوشبختی می کنم از این که برایم فرصت میسر شد تا حضور شما محترمان و فاضلان چند کلمه متواضعانه و مختصر پیرامون سیرت مطهره پیامبر اسلام به عرض برسانم. سیرت پیامبر اسلام بحر بی پایان است که بدایت و نهایت آن به خداوند عالم بهتر معلوم است و ما نمی توانیم آن را قید خامه سراسر تقصیر خود آریم و از خور توانایی ما دور است. کتاب وصف تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. هر آنچه که گفته شده و یا میگوییم قطره از آن بحر است که اهل قلم آن را قید تحریر در آورده و عاشقان مقام محمدی صلی الله علیه و سلم را قوت ایمان و دل است. من میخواهم در این محفل محترم 3 صحنه از حیات باهر نور پیامبر را به طور مثال ذکر کنم که هر یک آن دال بر رحمت و عدالت و صلح‌خواهی و بشردوستی آن حضرت صلی الله علیه و سلم می باشد. 10 سال از عمر دعوت مسالمت آمیز پیامبر خدا در مکه مکرمه سپری شد، ولی مشرکان استجابت مطلوبی از خود نشان ندادند. لذا پیامبر خدا بهتر دانست تا دامنه دعوت را به خارج از مکه مکرمه کشانیده به طائف رود و اهل طائف را به اسلام دعوت کند. شاید در آنجا دعوت راه بهتر را به خود پیدا کند. لذا به طائف رفت. آن حضرت صلی الله علیه و سلم در پهلوی وحی و الهام ربانی همواره از حکمت و معقولیت استفاده می کرد. عاقلانه می اندیشید و حکیمانه عمل می نمود. لذا زمان ورود به طائف خواست دعوت را متوجه بزرگان طائف و سقیف فرماید. اگر آنها به اسلام گراییدند، دیگران را که پیروان بزرگانشان می باشند به سهولت می توان به اسلام دعوت نمود و پیرو دین حنیف ساخت. آن حضرت صلی الله علیه و سلم در اول نزد اشراف و بزرگان سقیف که 3 برادر بودند به نامهای عبد یالیل و مسعود و حبیب پسران عمرو بن عمیر ثقفی رفته و با ایشان نشست نمود و ایشان را به دین اسلام و تایید و یاری آن دعوت کرد، ولی ایشان با کمال بی‌حیایی و بی‌ادبی دعوت آن حضرت را رد نمودند. این موقف جاهلانه و عناد انگیز سران سقیف پیامبر را ناامید گردانیده به ایشان گفت
حالی که شما چنین نمودید این ماجرا را پنهان دارید. آن حضرت صلی الله علیه و سلم آرزو داشت مردم مکه و قومش از این اقدام او اطلاع حاصل نکنند تا ایشان بیشتر جرأت نیابند و به ضد آن حضرت و مسلمانان فعالیت‌های بیشتری را انجام ندهند. ولی متاسفانه که بزرگان ثقیف این آرزوی پیامبر را نیز نپذیرفتند و بر علاوه آن به غلامان و نادانان و اطفالشان هدایت دادند که تا آن حضرت را اذیت کنند. لذا ایشان صف بسته و زمانی که آن حضرت از میانشان میگذشت آن حضرت را با سنگهای دست داشته شان سنگباران کردند و اذیت نمودند که به سبب آن پاهای مبارکشان خونین شد. ولی وی صلی الله علیه و سلم همه این مظالم مشرکان را با صبر و بردباری نبوت پاسخ گفت. و زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه در همه این حالات در کنار آن حضرت صلی الله علیه و سلم با شهامت و ثبات خلل ناپذیر استاده از آن حضرت دفاع میکرد. پس از آن که پیامبر خدا از گرایش مردم طایف به اسلام مایوس شد عودت به مکه را ترجیح داد، در حالی که کرده های ناشایسته مردم طایف قلب آن حضرت را خونین و کوه حزن و اندوه را به آن حضرت فرود آورده بود. بار دیگر رو به سوی مکه نمود. در بخاری شریف به روایت عروه بن زبیر رضی الله تعالی عنه از حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها آمده است که او از پیامبر خدا پرسید آیا آماده است بر تو روزی که از روز احد سخت‌تر بود؟ آن حضرت صلی الله علیه و سلم در پاسخ فرمود به تحقیق از قومت دیدم آنچه دیدم مگر سخت‌ترین چیزی که از این قوم دیدم و آن وقتی که خود را به پسر عبد یالیل ابن کلال عرض یعنی معرفی کردم او برایم پاسخ آنچه را خواستم نداد یعنی دعوت را نپذیرفت. پس در حالی که اندوهگین بودم بروی خود رفتم یعنی حیران و مغموم بودم و نمیدانستم به کجا می روم و آن وقت به هوش آمدم که به قرن ثعلب رسیدم. چون سرم را بلند کردم ناگاه ابر را دیدم که بر من سایه افکنده. سپس نگاه کردم ناگاه دیدم که در آن ابر جبریل علیه السلام حضور دارد. سپس جبریل آواز داد و گفت به تحقیق خداوند جل جلاله سخنان قومت و آنچه را که به تو اظهار داشتند ورد نمودند شنید و به تحقیق خداوند جل جلاله فرشته متصرف کوه را به تو فرستاده است تا به او آنچه از عذاب و هلاکت به ایشان میخواهی امر فرمایی. آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود سپس فرشته کوه بر من ندای نموده سلام داد گفت ای محمد کوه در تصرف من می باشد. به تحقیق پروردگارت مرا به تو فرستاده است تا امر کنی مرا به هر آنچه که می فرمایی. اگر می خواهی بر ایشان دو کوه را که یعنی مکه میان آنها قرار دارد می گذارم. مگر آن حضرت که خداوند او را رحمت برای عالمیان فرستاده است فرمود هلاکتشان را نمی خواهم، زیرا که امیدوارم که خداوند تعالی از پشتهایشان کس را بیرون آورد که تنها خدا را پرستش نماید و با او تعالی شریک مقرر نکند. این پاسخ آن حضرت صلی الله علیه و سلم با وضاحت تام رحمت پیامبر خدا را
بر امتانش و اینکه واقعا او را خداوند تعالی به اخلاق عالیه انسانی آفریده و به صفات کمالیه و خجسته بشردوستی آراسته نموده است ارائه می دارد و ثابت می سازد که بدون شک آن حضرت شخصیت والا و یگانه روزگار و تاریخ است که از طرف خداوند برای نجات بشریت و رهبریشان به راه راست و اتمام کمالات انسانی و فضایل اخلاقی و سعادت دنیوی و اخروی فرستاده شده است. این لطف بیکران خداوندی و تایید ازلی و تعالی از بالای آسمانهای هفتگانه به آن حضرت کمال فرحت و خوشی و نهایت اطمینان قلبی عنایت نمود و تصدیق کرد که عنایات ایزدی و نصرت و یاری و تعالی برای همیش یار و مددگار او می باشد و خاتمه کارنابودی مشرکان و معاندین و پیروزی اسلام و مسلمانان می باشد و حتما حق و حقیقت پرستی جاگزین شرک و باطل پرستی گردیده و آنچه را که خداوند جل جلاله اراده فرموده واقع شده نیست. صحنه دوم حضار گرامی مظهر از صفت عدالت و مساوات پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. همه ما و شما می دانیم که غزوه بدر اولین بزرگ غزوه بود که در اسلام در منطقه بدر در مدینه منوره صورت گرفت. آن حضرت صلی الله علیه و سلم در تغییر و تبدیل و ترتیب صفوف یاران فداکارش آغاز و با تیری که در دست داشت صف سربازان را منظم می فرمود. در همین اثنا برسواد ابن غزیه که یکی از صحابه مبارک در این غزوه شرکت کرده بود، برسواد ابن غزیه که کمی از صف برآمده بود گذر نمود و در ناحیه شکمش با سر نیزه اشاره کرد، گفت ای سواد راست استاده شو. سواد گفت ای پیامبر خدا مرا اذیت کردی، خداوند تو را به حق و به عدل فرستاده، من میخواهم از شما قصاص یا انتقام گیرم. آن حضرت که مظهر رحمت خداوندی و عدل الهی برای بشریت فرستاده شده به خواسته سواد پاسخ مثبت داد. بطن مبارکش را برهنه نمود و فرمود انتقام بگیر. در این وقت محبت و صمیمیت ایمانی سواد با آن حضرت به جوش آمد. سرش را به بطن مبارک آن حضرت چسبانید و به بوسیدن آن دیوانوار آغاز نمود. آن حضرت از سواد پرسید چرا و این چی کار است که انجام میدهی؟ سواد گفت ای پیامبر خدا حال به تو بهتر معلوم است و مشاهده می نمایی. جنگ است، غزا است و میشه که من در این غزا شهید شوم، لذا خواستم که آخری عهدم با تو تماس جلدم با جلد مبارک تو باشد. پیامبر خدا برایش دعای خیر نمود و صحنه‌ای که قمه عدالت و شفقت قائد را بر پیروانش تمثیل نمود پایان یافت و برای پیروان آن حضرت صلی الله علیه و سلم درس فراموش نشدنی اخلاص، محبت و ایثار را از خود باقی گذاشت تا قائد آنچنان باشد که پیامبر اسلام آن را به امتش ارمغان آورد و امت اسلامی آنچنان در عشق الهی و محمدی به سر برند که سواد آن را در این صحنه روحانی اجرا نمود. حضار گرامی، من در اول سخن خود بر شما عرض کردم که 3 صحنه از مواقف آن حضرت صلی الله علیه و سلم بر شما ذکر می کنم، اما چون وقت
زیغ است دیگه به این دو صحنه که از این دو صحنه از هزاران صحنه های که سیرت نبی صلی الله علیه و سلم معطر و مزین می باشد، این دو از بسیار این قسم هزاران صحنه مزین در سیرت نبی صلی الله علیه و سلم می باشد. حضار گرامی، اما من این سخن خود را به یک نکته بسیار مهم به پایان می رسانم. حضار گرامی، که مقصد از این صحنه هایی که من ذکر کردم و دیگر صحنه هایی که برادرای محترم و بزرگواران و علمای کرام ذکر کردن، مقصد از این چی است؟ چی است حضار گرامی؟ هدف از ذکر این صحنه ها و هزاران صحنه های دیگری که سیرت پیامبر خدا بر آن مزین است این می باشد تا ما از آن درس مکارم اخلاقی، ایمان و اخلاص و ثبات گرفته در راه خدمت به دین خویش از هیچ گونه ایثار و فداکاری دریغ نکنیم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا نبينا محمد، وآخر دعوة